درود و سلام به یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم همگان صحتمند و سلامت هستید. شکر پروردگار کریم منان که باز به دیدار هم رسیدیم. حالا بنده حقیر شوکت محمد برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز را برایتان پیشکش میکنم. پیش از آغاز برنامه شما را از نامگوی موضوعهای امروزه آگاه میکنم. واکنش مخالفان به تعقیب و شکنجه شدن پیوندانشان از جانب مقامداران، جوابگری به قیامت نمیماند. کمیته بین المللی دفاع از ژورنالیستان طلب کرد رئیس جمهور تاجیکستان نباید طرحی را امضا کند که آزادی بیان را زیر خطر میگذارد. مشکلی اساسی قوه کاری در تاجیکستان نبود جای کاری مناسب با معاش کافی، نداشتن تخصص برای کار در خارج. تعداد گرفتاران رسما ثبت شده کووید 19 در تاجیکستان از 6000 نفر عبور کرد. مقامات تاجیکستان به فشار و تعقیب خانواده مخالفین شدت بخشیدند. اعضای خانواده مخالفین به اداره‌های امنیت و پلیس برده شده، از آنها تحت فشار، شکنجه و تهدید علیه نزدیکانشان در خارج اظهارات گرفته می شود. فشار به خانواده‌های مخالفین کاری نوی نیست. مقامات کشور از این اصول همیشه کار می گرفتند و 5 سال آخر به آن را به اصلی ترین عامل فشار به مخالفین تبدیل داده‌اند. یک سال آخر بعد انتقادهای شدید سازمانهای دفاع از حقوق بشر، فشار بالای خانواده‌ها کمتر شده بود. اما بعد شروع سلسله برآمدهای محی‌الدین کبیری رهبر پیمان ملی و ابتکارهای دیگری مخالفین از جمله طلب استعفای رئیس جمهور، این فشارها دوباره با طرز سخت‌تر و وحشیانه‌تر شروع شدند. یکی از اولین فشار و بازداشت‌ها در دوره نو آن از نزدیکان خود محی‌الدین کبیری آغاز شد. چندی پیش منابع رادیو پیام خبر دادند که 3 خویش و کارمند سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، راننده‌اش حکمت سیفوف، پسر عمه و رهبر سابق بازار مرکزی ریگر، زمانی که آن به محی‌الدین کبیری تعلق داشت، جمشید نرزاللهیف رهبری آن بازار بود و یک نفر دیگر با نام محمد علی از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شده‌اند. بعداً این 3 نفر در فیلمی به گفته مقامات مستند خیانت ظهور کردند که علیه خویششان و کارفرمای سابقشان حرف میزنند. هرچند این دفعه مقامات کوشش کرده اند ساخته و تحت فشار بودن این اظهارات معلوم نشود، چندان موفق نشده اند. غیر از این که پیام قریب 1 ماه قبل از ظهور آنها در فیلم از بازداشتشان خبر داده بود، کمی دقت به مکان ثبت و طرز سخنرانی آنها ساخته و تحت فشار بودن آن را معلوم می سازد. خود محی‌الدین کبیری هم در یک صحبت آنلاینیش که قبل از پخش فیلم خیانت صورت گرفته بود، به بازداشت آنها اشاره می کند. باباجان قیومزاد سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به پیام گفت این کردار وحشیانه مقامات پیشگویی شونده بود. فعالان سیاسی از روی تجربه ها این همه پیامد فعالیتشان را می دانستند. این همه کردار مقامات به فعالیت مخالفین ذره هم تأثیر ندارد، بلکه باور به نتیجه دادن مبارزه را بیشتر می کند. مقامات تاجیکستان با این عمل خود تنها ضعیفی و ناتوانی و نداشتن سلیقه دولتداری با طرز آسایشته را به نمایش می‌گذارند. خب البته درباره آنچه که امروز مقامات انجام می‌دهند میتوان گفت که این غیر قابل انتظار نیست. یک عمل‌هایی هست که ما چندین بارها شاهد چنین عمل‌ها بودیم، ولی من در اینجا میخواستم به یک نکته دیگر اشاره کنم. شما تصور کنید که حکومت میخواهد مردم رو، مثلا فرزند رو مجبور کند که بر علیه پدر خود یا بر علیه نمیدونم مادر خود سخن بگوید. مثلا دختر سیفالله زاده رو آوردند و مجبور کردند که بر ضد پدرش صحبت کند.
اگر یادتان باشد بسیاری ها را مثلا بردن که بر ضد خویش و تبارای خودشون، مثلا نزدیکان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مجبور کردند که بر علیه محیدین کبیری صحبت کنند. ولی شما یک بار بیایید ببینید این چه عمل است. کی میآید انسان ها را مجبور میکند که بر علیه پدری خود، مادری خود و بر علیه نزدیکان خود صحبت کند. عیناً کاری که داعشی ها کردند. داعشی ها مجبور کردند مردم را که حتی وقتی که انسان ها داعشی میشدند اونها را به حد میرساندند که باید که همون خانواده های خودشون هم اگر گپ اینها را گوش نمیکردند باید اونها را میکشتند و بعد به صف داعش میپیوستند. یعنی این حکومت عیناً همون عمل داعش انجام داده ایستاده است. منتها از طرف دیگرش تا اگر این فرزند بر ضد پدر خودش صحبت نکند و از اون بیزار نشود، اون نمیتوند در این حکومت زندگی کند. یعنی عیناً همون منطق داعش، عیناً همون عمل داعش، عیناً همون تفکر داعشی. این حکومت به همین سبک امروز فعالیتش ادامه داده ایستاده است و واقعا هم افراطی که امروز حکومت در عملهای مقامات کشور ما دیده می شود، باور کنید از افراط داعشی ها بدتر است، از افراط طالبان بدتر است. اینها تنها میتوان این کارهایی که امروز در کشور ما انجام می شود به یگان منطق و به یگان معیاری انسانی و معیار مدرن یا معیار دموکراتی راست نمی آید. این تنها همون معیار طالبانی و داعشی است که امروز حکومت رحمانوف انجام داده ایستاده است و دیگر غیر این کی میتواند که پدر را در مقابل فرزند قرار دهد یا اینکه فرزند را در مقابل پدر قرار دهد و بگوید که او از او بیزاری کند، یا برادر را کاری کند که در مقابل برادر حرف بزند و اون را دشمن همدیگر قرار دهد. این دو غیر داعش و طالبان دیگر کسی نکرده است و این حکومت عیناً پا جای اونها گذاشته شده است و مطمئنم که این مثل همونها این حکومت هم آینده ندارد و به همین کارهاش سر خودش خواهد خورد و این عملها دور نخواهند رفت. فشار تعقیب تنها با خانواده فعالان، نفران معروف مخالفین تمام نمی شود. حتی فرزندان زندانیان نیز بازداشت و تضییق و شکنجه می شوند. حسام الدین زبیدالله، پسر زندانی سیاسی زبیدالله رازقی 76 ساله که هرچند پسرش در اروپا پناهجو شده است، فعالیت چندانی از خود نشان نمی دهد. از بازداشت برادرش این مردک خبر می دهد که برادرش اسرارالدین از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و انتقالش به شیزا گپ می زند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من زبیدالله زاده حسام، پسر داملا زبیدالله رازق که پدر من را همه خوب میشناسند که پدر من به مهلت 25 سال روانه زندان شده است و چند روز قبل مقامات قدرتی تاجیکستان خواستند که پدر من در مقابل دوربین نشسته بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رهبریت آن حزب سخنهای تهمت انگیز بگوید و حزب را حزب تروریستی بخواند و پدر من که این کار را رد کرد، همین روز ما خبردار شدیم که دیروز پدر من را روانه شیزا کردند. شیزا اتاقی هست که انفرادی مخصوص برای مجازات زندانیان می باشد و پدر من دو روز است که در آنجا قرار دارد و این سفید پیرانسال که عمرش به 76 رسیده است و از کسلی قلب نیز رنج می کشد و ما نزدیکان همه نگران آن هستیم که آیا این مرد پیرانسال طاقت این گونه عذابها را دارد یا نه. و برادرم را نیز روز 25 ایون از کوچه دستگیر کرده به کمیته امنیتی ملی تاجیکستان بردند تا اینکه اون هم در مقابل دوربین نشسته به حزب و رهبریت حزب این گونه سخنهای تهمت انگیز بگوید و حزب را تروریستی بخواند که برادر من اسرارالدین رازقوف
از این کار دست کشید و این کار رو نکرد تا به حال مدت 4 روز می شود که برادرم نیز در کمیته امنیت ملی تاجیکستان بند است، اون رو دستگیر کردند و فردا برادرم را باید که به سیزا برند و تحت عذاب و شکنجه قرار دادند. من از سازمان های بین المللی حقوق بشر و از کمیته شهروندی نجات گروگان ها و زندانی های سیاسی و آن کسانی که من را میشناسند و میبینند خواهش میکنند که نسبت قضیه پدر من و برادر من به طرف نباشند. محمد سفرزاده، برادرزاده محی‌الدین کبیری که میگوید پدرش زیر فشار شدید مقامات قرار دارد، در یک مراجعت مستقیم به فرزندان رهبران نهادهای قدرتی تاجیکستان از جمله سیمومین یتیموف، رمضان رحیمزاده، یوسف رحمان، منصور جان عمروف و غیره از آنها دعوت کرد پدرانشان را تحت فشار گیرند تا به شکنجه مردم خاتمه دهند. سفرزاده در مراجعتش گفت پدران شما افراد ناجنس، بی‌شرف، ظالم، شکنجه‌گرد، دزد و غارتگر هستند و با همین عنوان ثبت تاریخ می شوند. اگر شما خواهید که همیشه به عنوان فرزند جنایتکار یاد نشوید، حالا برای کوتاه کردن دست پدرانتان از این جنایت ها اقدام کنید. سفرزاده که رهبر یک سازمان بین المللی با نام مکالمه اوراسیا است، با پیام گفت سازمانش همه این جنایت ها را پیگیری می کند و به سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی می فرستد. سفرزاده می گوید در ارسال پرونده همه آنهایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاجیکستان آزادی آنها را درخواست کرده است، سهم مستقیم دارد و با این کارش ادامه خواهد داد. فرزندان یتیم، فرزندان رحیمزاده، فرزندان یوسف رحمان، فرزندان منصور جان عمروف، حالا شما شاید فکر کنید پدرای شما انسانای بسیار خوب و خادم ملتن و شب روز با ملت خدمت میکنن. البته من بعید میدونم، مطمئنم که شما از جنایت های پدراتون آگاه هستید. وقتی که اونقدر دسترسی به اینترنت دارید، اکثری شما میبینم در شبکه‌های اجتماعی هستید و مطمئنم از این جنایت های پدراتون آگاه هستید. ولی مطمئن باشید که اینا به پاسخ نخواهد ماند و نام شما به عنوان فرزندای جنایتکاران، فرزندایی که بر ضد ملت، بر ضد انسانیت، بر ضد بشریت جنایت کردند. شما مثلا میبینید که یک جنایت‌های ضد بشریت بعد از چند صد سال هم پیگیری میکنن، چنانه که مثلا آلمانی‌ها را مجبور کردن به خاطر کشتارهای جنگ دوم جهانی اونا را تا هنوز اعتراف کردن و از جهانیان عذرخواهی کردن. الان مثلا همین قضیه در قضیه ارمنستان و ترکیه وجود دارد و این حق طلبی ها و این پیگیری ها ادامه خواهد یافت و تا زمانی که حق به حقداد برسد. حالا اختیار با شما هست. اگر شما واقعا دوست دارید، کمفورت نه هستید که پدرای شما و با فرزندای شما نبیرگانی مثلا چخلی که امروز هیچ کس از چنگیز و چنگیز خان بودن افتخار نمیکند و هیچ کس هم از هیتلر و استالین افتخار نمیکند، شما اگر دوست دارید انتخاب با شما هست. با شما نیز فرزندای جنایتکار، فرزندای یک انسانی که دست در قتل و کشتار و وحشانیت و شکنجه داشت یاد خواهند شد. فتح‌الدین عثمانزاده، سابق مسئول کار با جوانان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در اروپا پناهنده است، با پیام گفت بجز اینکه در فیسبوک نظرهای خود را میکاشت، دیگر فعالیت سیاسی نظررسی نداشت، اما با وجود به پیوندانش در تاجیکستان مقامات فشار آورده آنها را مجبور کردند که در برابر دوربین گپ زنند. مقصد من ارومی تنجی تاجیکستان و ملت اول میخوام، من میخوام اگر با این تبادلات و مقصد دولت با روحی یعنی زوراوری و با روحی یعنی تروریستی دیگر رو قطعی اگر میخواهند که مقصد این تاجیکستان رو ناآرام سازیم، مقصد چیه من 100% محکوم میکنم میارم، مقصد که طرفدارش نیستم در همین
فتح‌الدین عثمانزاده با پیام گفت از این عملهای رذیلانه مقامات امنیتی پی برد که دیگر خاموشی صلاح کار نیست. من بعد فعالیت سیاسیش را افزون می کند. این رو گفتنی هستم که این کار شاید که در ابتدا یک کمی شاید تأثیر داشت و یک کمی تأثیر میگذاشت به مبارزین یا که به بعضی از مبارزین تأثیر میگذاشت، ولی الحال فعلا خیلی اشتباه میکنید که توسط این یا همون اسلوب پیشینه میخواهید که فشار بالای نزدیکان و توسط نزدیکان به مخالفین یا مبارزین بیارید. خیلی اشتباهی بزرگ میکنه که چون که من از توسط این نوار یا این ثبت میخواهم که بگویم که من تا کنون مبارزه یا که اون کارهایی که در جاده آزادی کشور، آزادی ملت میبردم خیلی محدود بودم، ولی الحال من از اینجا اعلان میکنم که از این به بعد خیلی باید من جدی باشم و مبارزم باید دوچند شود و این حکومت دیکتاتور را تمامی اون جنایت ها و اون دزدی ها و اون کارهای حقوق ویرانکنی هایی که در قبال مردم و ملت اذیت کشیده تاجیکستان روا دیده ایستاده است باید بیشتر ابراز بدارم، باید بیشتر فکر و عقیده و نظرهای خود را پیشکش بکنم تا که مردم و ملت شریف تاجیکستان بدانند این جنایت ها و این حقوق شکنی های این حکومت خودکامه را و در عموم تمام سازمان های بین المللی هم از این باید آگاه شوند و آگاه باشند که چه نفرایی در تاجیکستان حکمرانی میکنند و آزار و اذیت بالای پیرمردان و پیرزنان به خصوص روا میبینند که اکثرا به کار و زندگی آسوده و عادی خودشان مشغول هستند، ولی اینها رفته حتی نمیگذارند که اونها از قفای زندگی آرام و آسوده خودشان باشند. آورده در نزد تلفن یا که اون کامیراها نشونند تا که اونها استنتاق میکنن از اونها تا که صحبت بکنن بر علیه فرزندان خیش، بر علیه نزدیکان خیش و در عموم بر علیه آزاداندیشان و مخالفین. و اخیراً خلاصتاً من را گفتنی هستم که مراجعت من به تمام مبارزین و به تمام برادران و خواهران مبارز و مخالفین در عموم این است که این باید مبارزه و آشکار کردن جنایت های این حکومت خودکامه را باید بیشتر و دوچند بکنیم، چون که این کار و این چیز باید بالای ما تاثیر نگذارد و هر وعده و هر صحبت در خصوصی میکنن این مقامات با مخالفین یا با نفران علاهیده که ما شما را میبخشیم بیایید یا که بحث کنید، حرف نزنید، سخن نگویید، این همش دروغ است، همش یک فریب گری بیش نیست. از این لحاظ باید ما مبارزه و آشکار کردن جنایت های این حکومت خودکامه و ظالم را دوچند و دهچند بکنیم و برای آزادی ملت و کشور از این حکومت اویلوی که تمام پهلوهای زندگی مردم شریف تاجیکستان را غصب کرده است و زیر تصرف خود گرفته است، باید به امان ما مبارزه امان را ادامه بدهیم. علاوه بر این همچنین دختر زندانی سیاسی حکمت الله سیف الله زاده را مقامات امنیتی نزد دوربین آورده او را علیه هماندیشگان و دوستان پدرش مجبور کردند که بدگویی کند. شما فکر میکنید کسی به حرف های آن زن مسکین باور میکند و سیف الله زاده را بد و خود این بدبختان را خوب میحسابد؟ این بدبختانی که از این خانم خواستند که علیه پدرش و دوستان پدرش گپ زند. یک شخص همان زمان میتواند این کار را کند که به جان و ناموسی خودش و نزدیکانش
خطر بسیار بزرگ تهدید کند و راه جز بد گفتن پدر پیدا نکند. به همین آورده رسانیده اند. همین امنیتی ها همین خانم را به همین حالت آورده رسانیده اند. وگرنه کی راضی می شود؟ کی باور میکند به این؟ به خدا قسم برای باور کردن به این باید یا مثل همین ها خر باشی یا اصلا ندانی که آدمگری چیست. کودک هم میداند که هیچ دختری حتی دختری بدترین راضی نمی شود به این شکل علیه پدرش و دوستان پدرش حرف زند. حتی اگر بالفرض دختری هم پیدا شد و علیه پدرش اختیاراً حرف زد، فکر میکنید ثبت کردن آنو به دیگران رسانیدن به همین بدبخت ها آبرو و اعتبار میبخشد؟ ای مقامداران امنیتی، توف بر شما، توف بر شما. به خدا اصلا تصور کرده نمیتوانم که شما چگونه آدمید و از کجا پیدا شده اید که تا این حد خر هستید. خر. ببخشید بینندگان گرامی، دعای بد کردن البته کار خوب نیست و فرزندان شما عیبی در این کار ندارند. به تمام این دستگاه این حکومت این دولتداریتان توف. خداوندا، پروردگارا، چنان کن که اگر این بدبخت ها اصلاح شونده نباشند، مرده این لعنتی ها را فرزندانشان مثل فرزندان ابولهب با نوک چوب به اخلاق جای پرتایند. از مردم، شما تماشابینان گرامی هم دعوت میکنم لطفاً آمین گویید. پروردگارا، چنان کن که قبل از مردن تمام خاره و زاری دنیا را از دست فرزندانشان کشند و فرزندانشان بر روی این لعنتی ها توف کنند. توف کنند. ما معلومات های در دست داریم که فرزندان ایده از این خرها حتی اینها را پدر نمیدانند. چند سیرهای دیگری هست که به خاطر رعایت اخلاق و ادب، آدمگری نمیتوانیم سری زبان بیاوریم. ولی اینها خودشان نوار ما را تماشا میکنند و میدانند که گپ در سری چی رفته ایستاده است. میدانند. ما مثل شما نامرد نیستیم، مثل شما خر نیستیم. با وجود داشتن 10 دلیلی که میتواند شما را رد معرکه، شرمنده عالم کند، معلومات ها را رسانوی نمی کنیم. وقتی شما شرمنده ها درک کردید حالا من به چه بی‌ناموسی های شما اشاره میکنم، مردیگری را یاد بگیرید. آدم بودنتان را به یاد آورید، وگرنه به تعبیر قرآنی موتو بغیظکم. پروردگارا، قلب شکسته آن خواهر مظلوم و استاد سیف الله زاده را سبب شکستن و ریختن حکومت این ظالمان بگردان. کمیته بین المللی دفاع از ژورنالیستان که قرارگاهش در نیویورک آمریکا است با بخش اظهارات طلب کرد رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نباید طرحی را امضا کند که آزادی بیان را زیر خطر می‌گذارد. کمیته بین المللی دفاع از ژورنالیستان میگوید لایحه قانون از جریمه سر کرده تا 15 روز حبس مأموری را پیش بینی می‌کند، اما تغییرات در قانون مشخص نکرده است که بر اساس کدام معیار دروغ بودن گزارش بهاگذاری خواهد شد. حالا نوبت تصویب این قانون از جانب پرزیدنت امامعلی رحمان است. رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوریدین قرشیبایف در صحبت تلفنی با کمیته بین المللی دفاع از ژورنالیستان گفته است تغییرات به قانون یک اقدام سرکوبگرایانه بوده، هدفش محدود کردن آزادی‌ها برای دریافت و پهن کردن اطلاع میباشد. قرشیبایف تاکید کرده است که این کار میتواند در آستانه انتخابات پرزیدنتی سال جاری مقامات را برای فشارآوری به مطبوعات جسورتر کند. مقامات چنین نگرانی‌ها را بی‌اساس می‌دانند، اما به قول نمایندگان جامعه شهروندی
чунин муқаррарот баҳонае барои таъқиби фаъолон ва рӯзноманигорони мустақил мегардад. созмони гузоришгарони бидуни марз дар изҳороте гуфт таъини ҷарима барои ба истилоҳ нашри хабарҳои носаҳеҳ ё дурӯғ дар бораи коронавирус ба озодии баён осеб мерасонад. ёдовар мешавем ки маҷлиси миллӣ палатаи болоии парлумони тоҷикистон рӯзи 26 июн тағйироти баҳсбарангезро ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ қабул кард. бар асоси он барои пахши ахбори ғалат дар бораи коронавирус ҷарима муқаррар шудааст. ҷомеаи шаҳрвандии тоҷикистон чанд рӯз пеш аз аъзои маҷлиси миллӣ ва раиси ҷумҳур хоста буд аз тасвиби тарҳ худдорӣ кунанд. раҳмон улмасов, устоди донишгоҳи муштараки русия ва тоҷикистон ва коршиноси умури муҳоҷират, набуди ҷойи кори муносиб бо маоши кофӣ дар кишвар ва надоштани тахассус барои кор дар хориҷро ду мушкили асосии тоҷикон унвон кард. раҳмон улмасов дар нишасти байналмилалии вируси корона ва мушкилоти коргарони кишварҳои осиёи марказӣ ки аз тариқи видеоконфронс ба ибтикори маркази пажӯҳишҳои донишгоҳи давлатии Москав баргузор гардид, гуфт: аҳолии тоҷикистон дар 5 соли ахир 1 миллион нафар афзоиш ёфт ки бо чунин суръат барномаи эҷоди кори ҳукумати кишвар наметавонад ҳатто аз 3 ҳиссаи ҷавононеро ки вориди бозори кор мешаванд бо ҷойи кори муносиб ва маоши кофӣ таъмин кунад. улмасов гуфт мушкили дигари насли ҷавони тоҷик ин аст ки барои кор дар бозори кишварҳои хориҷӣ забони он кишварҳо ва тахассуси мавриди ниёз дар иқтисодро намедонанд. аз ин рӯ танҳо кишваре ки ҳатто дар шароити густариши вируси корона омодагии худро барои пазириши коргарони муҳоҷири тоҷик эълон кард русия аст. устоди донишгоҳи муштараки русия ва тоҷикистон гуфт русия минбаъд низ манбаи аслии ҷойи кор ва даромади тоҷикон хоҳад монд. аз ин рӯ зарурат дорад ки тоҷикистон бо тақвияти фаъолияти омӯзишгоҳҳои техникӣ ва ҳирфаии хеш ҷавононро барои кор дар русия дар даврони баъди коронавирус омода созад. вазорати тандурустии тоҷикистон мегӯяд теъдоди гирифторони сабтшудаи COVID-19 дар кишвар то имрӯз аз 6000 нафар убур кард. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ шабона рӯзи гузашта дар тоҷикистон 51 ҳолати нави сироятёбӣ ба COVID-19 ошкор гардида шумораи мубталоёни сабтшуда то 1 июл ба 6005 нафар расид. ба иттилои вазорати тандурустӣ то имрӯз аз ин беморӣ 52 нафар фавтидаанд. шабона рӯзи охир 248 нафар гумонбарон зери назорати табибон қарор дошта 59 нафар баъд аз муолиҷа ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд. таъкид шудааст ки имрӯзҳо дар 85 беморхонаи ҷумҳурӣ зиёда аз 7500 табиб ва 25000 корманди миёнаи тиб сафарбар шуданд. ба ғайр аз ин дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ҷумҳурӣ 7600 табиб ва зиёда аз 24000 корманди миёнаи соҳаи тиб бо мақсади дарёфт, пешгирӣ ва расонидани кӯмаки аввалия ба мардум хизмат мерасонанд. дар ҳамин ҳол тибқи маълумоти торнамои kvtg.info шумори фавтидагон аз коронавирус 437 нафар ҳисоб шудааст. аз ин теъдод 62 нафар табибон мебошанд. ҳанӯз 11 июн дафтари намояндагии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон гузориш дод ки дар ҷумҳурӣ аз оғози эпидемия беш аз 1700 нафар табибон дар Тоҷикистон аз COVID-19 сироят ёфтанд. тазоҳуроти эътирозӣ алайҳи қонуни назорат бар фазои маҷозӣ дар пойтахти Қирғизистон баргузор шуд. дар ин таҷаммӯъ беш аз 1000 нафар иштирок намудааст ва аз Сооронбой Жээнбеков, раис ҷумҳури Қирғизистон, хостори тасвиб накардани ин қонун шуд. эътирозгарон ба ғайр аз қонуни мазкур аз фаъолияти парлумони феълӣ низ норозигӣ баён карданд. ба ақидаи эътирозгарон, намояндагони парлумон талош барои дифоъ аз манофеи миллӣ намекунанду баръакс иқдом ба тасвиби қавонини зидди мардумӣ мекунанд. мақомот ба сокинони шаҳри Бишкек бо ишора ба густариши вируси корона иҷозаи баргузории ин таҷаммӯъро надода буд, аммо ширкаткунандагон бо риояти усули беҳдоштӣ монанди истифода аз ниқоб ва риояти фосилаи иҷтимоӣ эътирози худро баён карданд. қонун дар бораи пурзур кардани назорати интернет аз ҷониби вакилони парлумони Қирғизистон Гулшод Аслабоева ворид карда шуд ки онро парлумон дар қироатҳои якум, дуюм ва сеюм дастгирӣ карда ба дастгоҳи раёсати ҷумҳурӣ барои имзо фиристод.
ба назари намояндагони парлумон қонуни мазкур ба тақвияти амнияти иттилоот кӯмак мекунад, чаро ки густаришҳои паёмҳои козиб дар фазои маҷозӣ табдил ба таҳдиди ҷиддӣ шудааст. мухолифони ин қонун аз талоши давлат барои мубориза бо оппозитсия ва таштиди беш аз ҳадди фазои маҷозӣ хабар медиҳанд. ин буд матлабҳое ки имрӯз бароятон омода намудем. барномаҳои дигари мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, инстаграм, одноклассники, твиттер, соунклод, вконтакте ва ғайра қобили дарёфт аст. дар пойгоҳи паём.нет ҳамарӯза аз хабару рӯйдодҳо гузориш дода мешавад. таҳлилҳо ва мақолаҳои диниву фарҳангӣ ва сиёсӣ нашр мешаванд. ин ҳама маҳз барои шумост. умедворем пазироӣ хоҳад шуд. марҳабо ба пойгоҳи паём.нет. тамос бо мо тавассути паёмрасонҳои WhatsApp, Viber, Imo ва Telegram با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از شرایط کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net.